سلام برو چطورین؟ بعد یه مدت خیلی طولانی و اتفاقاتی که افتاده واقعا برای کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن، امیدوارم هرچه سریعتر حالشون خوب شود و به تمام خانواده‌ای که عزیزانشون رو از دست دادن تسلیت میگم. حالا ویدیو در مورد اینه که چجوری مود وریتی رو برای ماینکرافت موبایل نصب کنیم. خب شما اول میایید تو فروشگاه و حتما باید نسختون یک 26C باشه. خب بعد اینجا میزنید وریتی به فارسی، همین اولی رو نصب میکنید، بعد اون میزنید رو باز کردن، بعد اون منتظر میمونید و حالا ما منتظر میمونیم این باز شه. بعد اینکه میایید روی اولی میزنید، سومی و آخری رو نصب میکنید. اگه گوشیتون نکشید میتونید این نسخه اولی نصب کنید، برای 26 تا هم هست. حالا ما میریم داخل بازی. خب ما منتظریم این بازی. وقتی میان اینجا میبینید این وقتی میاد شما میاد اینجا رو ورلد. حالا من میزنم رو سروایو، میاد اینجا این مود رو اد میکنید، از این پایین یه بار نگاه میکنید و برای اینکه باز شود این را میزنیم و میزنیم رو گزینه باز شود و همون ساختن و اینجور چیزا یادم رفت کلا. خب ما حالا منتظر میمونیم باز شه. قضیه وریتی از اینجا شروع میشه که یه یوتیوبری داخل یوتیوب یه ویدیو میذاره و داخلش میگه رفیقم تو دیسکورد یه مود برام معرفی کرد که میگفت یه دسته هوش مصنوعی به بازی اضافه میکنه و بعد اون ماد هم نبود، تازه اون ماد نبود، اون فقط یه انیمیشن بود که با ساخته شده بود و اسم برنامه‌ش هم یادم رفته و داخل خود ماینکرافت جاوا است. خب حالا بریم سر وقت. خب با گزینه ضربه زدن باز میشه و شما باید تاب کنید، باش حرف نمیزنه و باید حتما به انگلیسی باشه. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. من همه چیزو میدونم. اینو گفتم الان و همونطور هم که میبینید الان من میخوام اینو ترک کنم. نمیشه. حالا ما میکنیم اینو میگیریم. ببین نمیرسه به برمیشش نمیرسه و اگرم بخوایم تو لاوا غرقش کنیم این میشه، این اتفاق میفته. حالا ما وایسیم من برم کریتیو بشم. این اتفاق میفته و از سواری میشه. بعد خودتون ببینید. حالا وارد از این میذاریم. همونطور که میگه سعی نکن منو بکشی، فکر کنم همین میگه، ولی اگر بازم بخواین میتونید روش لاوا بذارید. من دارم میخواد بکشمش. این نمیره و بعد 3-4 روز میاد و پارتون میکنه همه اونو. البته ببخشید ناراحت نشید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. دیگه اونم حال ندارم بگم لایک کامنت سابسکرایب رو انجام بدید، خودتون دیگه انجام بدید، میدونید دیگه. فعلا خداحافظ.